نظر رهبری هم همین هفته قبل گفتن حملات به شما به خاطر اینی که دستاوردهای عظیم علمی داشتید، اقتصادی داشتید، جلوی استکبار وایسادید، مردمی بودید، ساده زیست بودید و رو ارزش‌ها و اصول وایسادید. اونو زنده کرده. حملات به خاطر ایناست. حملات بخاطر ما ارزش‌ها رو حفظ کردیم، حمله میکنن میگن اینو منحرف شدن. ما به کجا منحرف شدیم؟ ما کنار ملتی. از چی منحرف شدیم؟ بله، من اگر 100 سال هم باشم یک ثانیهش به زیاده خواه بله نخواهم. تیکه کنم. ما عهد هستیم با ملت. بله ممکنه سکوت کنیم به خاطر مصالح ملت، اما تسلیم نمیشیم که خواسته ها رو تأمین کنیم. لشکر زرمزون تسلیم همه چی دستشه، همه با همه. اینا نگاه میکنن دعوا دارن، اینا الان ممکنه بعدا دعواشون بالا بگیرن، ولی دعوای قدرته. به حق که میرسن یکی هن، منطقه مقابل یکی هن، اینا دوتا نیستن. اشتباه نکن.